اسیان عوام و اهل دین. و شخصی از کوه افرایم بود که میخایهو نام داشت و او به مادر خود گفت 1100 سیقل نقره‌ای که از تو ربوده شد و درباره آن تو لعنت خواندی و در گوشهای من نیز گفتی اینک آن نقره در دست من است، من آن را گرفته بودم. و مادرش گفت خداوند پسرم را برکت دهد. و آن 1100 سیقل نقره را به مادرش برگردانید. و مادرش گفت من این نقره را کاملا به خداوند از دست خود برای پسرم وقف نمودم تا که صنمی تراشیده و بتی ریخته بسازد و اکنون آن را به تو برمیگردانم. ولی او نقره را به مادرش برگردانید و مادرش 200 سیقل نقره را گرفته و زرگر داد که وی صنم و بت ساخت و آنها در خانه میخایهو بود. و این شخص یعنی میخا خانه برای عبادت خدا داشت و او افود و ترافیم ساخت و یکی از پسران خود را برگماشت تا که کاهن او باشد. در آن ایام پادشاهی در اسرائیل نبود، هر کس آنچه به نظرش پسند می آمد می کرد. و جوان از بیت لحم یهودا بود که در میان قبیله یهودا زندگی می کرد، ولی او لیوی زاده بوده در آنجا سکونت داشت. و این شخص از شهر از بیت لحم یهودا روانه شد تا در موضعی که به مدعای تعبش باشد مسکن گرفت و به کوه افرایم تا خانه میخا رسید تا که از آنجا سفرش را دوام دهد. و میخا به او گفت از کجا آمده ای؟ و او در جواب گفت من لیوی زاده از بیت لحم یهودا هستم و می روم تا در موضعی که به مدعای تعبم باشد مسکن گیرم. و میخا به او گفت نزد من مسکن گیر و برایم پدر و کاهن باش و من به تو هر سال 10 سیقل نقره و 1 دسته لباس و رزق و روزی میدم. و لیوی زاده آمد و لیوی زاده راضی شد که نزد این مرد مسکن گیرد و آن جوان نزد وی مثل یکی از پسرانش بود. و میخا لیوی زاده را برگماشت و جوان کاهن او شد و در خانه میخا مسکن گرفت. و میخا گفت اکنون دانستم که خداوند به من احسان خواهد کرد، زیرا که لیوی زاده کاهن من شده است.